چراغ سیب که در شاخسار میماند، حدیث آب که در جویبار میماند. دل تو را دل من انتظار میماند. بهار میگذرد یا بهار میماند؟ بهار میماند. صباح سلطنت گل دیگر نمی آید. گذشت ناله بلبل دیگر نمی آید. غرور و ناز و تجمل دیگر نمی آید. درون نامه گل یادگار میماند. بهار میگذرد یا بهار میماند؟ بهار میماند. سلام ای خط سبزت، دوام سبزی بهار. مبند پنجره را بر سلام سبزی بهار. ز چشم خود بستان انتقام سبزی بهار. اگر که از خط سبزت غبار میماند، بهار میماند. درود بینندگان عزیز، این لحظه ما در صحبت شاعر قرار داریم که هرچند خودش در فصل تیر ماه در ایام برگریزی به دنیا آمده است، ولی همیشه وصف بهار میکند و ترنم گل و سبزه و سبزیش را می نماید. پاییز سال 1964 شاعر خلقی تاجیکستان استاد فرزانه چشم به عالم هستی شدند و ما در ایام 60مین سالگرد حیاتشان قرار داریم و معلم را سرآغاز به این سنه تقویمی حیاتشان تبریک و مبارکباد میگوییم و سرآغاز میپرسیم که همین 60 کمالات به شما تا کجا کمال بخشید، هم در فعالیت ایجادی و هم در روزگار؟ فرزان عزیز، تمام زندگانی من مثل نوار بود که نه تنها به چشم خودم بلکه به چشم خوانندگان و ارادتمندان هم پیدا بود و آنها می توانند قضاوت کنند. در واقع من دیگرگونه می خواستم که به این فصل زندگی بیایم و این مرحله حیاتم را درود گویم با کوکبه سالم خانوادگی، با حضور انسان‌های عزیزترینی که آفتابانه حیات مرا پرتو می‌دادند و متاسفانه با شکست و ریخت به همین مرحله رسیدم و حالا نمی‌توانم سخن از نصرت‌های زندگیم گویم، چون که هرچی در چشم ما ظاهراً نصرت می نماید اصلا شاید شکست باشد، یا هرچی باخت می نماید اصلا شاید بخت باشد. یعنی میان بخت و باخت بیان نمودن سرحد برای من بس دشوار است. اگر گویید که در زندگی هنری یک اندک توفیق یافتم، باز هم میبینم که زندگانی هنری هم نیست، بس ناکامل است و بس ویرایش میخواهد و پالایش میخواهد. چه جایی زندگانی خانوادگی که اینقدر خلل بزرگ و همین سلسله و ذهب به همین سلسله زرین حیات ما وارد شد، بزرگترین باخت. از این خاطر در هر صورت با شکرگزاری از حضور عزیزانی که هنوز فرصتی بودن دارند در خانواده ما و عزیزانی که من به زندگانی روحانی خودم وارد نمودم، مثل شما و مثل چندین جوانهای دیگری که به بودن من نیاز دارند، خیال میکنم که با شکر و صبر ادامه زندگی را باید پیمود. اصلا اینجا در همین مرحله های هم هواداران شما یک چیز را درک کردن و خیلی به اراده شما قائل ماندن که از همین شکست های حیاتی یا دشواری های حیاتی، مشکلات های حیاتی چگونه شما مثلا می توانید که هر لحظه بیرون آید. این کمک باطنی شماست یا کمک آن نفرانی که همیشه در مثلا مخاطب شما هستند و همیشه در احاطه شما هستند؟ در یک غزل نوشته بودم که تا مرا از آن طبیب غیب یاری می رسد، من به نامت می نویسم بهترین تومار را. تومار به معنای مبارک نامه بود و به معنی نامه دستورخط طبابتی،
ریسپتی که پزشک برای بیمار می نویسد و من هم امید داشتم که کاش خداوند به من فرصتی و قدرت میداد که به زخمهای دل انسان ها التیام می بخشیدم و مداوا می نمودم ریشهای جان مردم را و اما این گونه توان و مجال ندارم، حالا ندارم و شاید قبلا هم نداشتم، لیکن همین نیت را داشتم، همین آرزو و آمال را داشتم که به دل و جان مردم نور و سرور اهدا برم و تحفه جان خودم را برای دلهای مشتاق نثار کنم. دیروز یک گزارش داشتیم، من ترجمه حال شما بار دیگر از نظر گذراندم و آنجا نوشته شده است که نخستین شعرهایتان سال 1984 در روزنامه های دوره در کتاب های دست جمعانی چاپ کردن و نشر کردن. اصلا از شما پرسیدم میخواستم که شما کی فهمیدید که شعر راهی اصلی بیانگری آرمان های انسانی شماست؟ همین اون چیزی که در جامعه هست، اون چیز شما مثلا یا در روزگار خودتان است، کی شما درک کردید که همونو میتونید طریق شعر افاده کنید؟ از روزگار کودکی دلبسته سخنی موزون بودم و حروف چند پی هم میچیدم، خیال میکردم که به شکل شعر در آمد و بعداً که یک اندک بزرگسالتر شدیم و با آثار نیاکان و امروزیان ارجمند آشنا گردیدیم، دریافتم که هنوز در اولی کوچه قرار دارم. حالا که مولانا میگوید ما هنوز اندر خم یک کوچه، پس ما کجا رسیدیم؟ تا کجا بین خیالات و واقعیت همین شعرهای شما یک فرق دارد یا مثلا فرق گذاشته میتواند؟ آن چیزی که شما در شعرهایتان میگوید البته شاید حوادث روزگار، آن چیزی که در مردم هست، در جامعه هست، در بنی بشر هست، اون شما حس میکنید و در شعر جای میدهید. اما بین واقعیت و خیالات چی فاصله هست یا چی تفاوتی هست؟ حروف من هم بازگوی واقعیت است، فقط یک اندک با گونه دیگر. یعنی با آنکه مثلا مجرای تخیل مرا به هر سو میکشد، من هرگز نمیخواهم که از واقعیت برکنده باشم و حروف گویم که در خورد انسان امروز هم باشد. نپندارد که من از زمان اساطیر آمدم و چون یادگاری عصر کهن هستم و حرفهای میگویم که کیها در بایگانی هستند. باید سخن امروز هم گوییم، باید درد دل جامعه امروز را، ملت خود را و بنی بشر را احساس کنیم و نبض بسیار پرتشنج جهان امروزین را در وجود خودمان و در شعر خودمان احساس نماییم. هرچند وقتی شعرهای شما رو میخونیم اونجا همین خیلی حس میگردد که تمامی مثلا معنی های 4 کتاب مقدس و بسیاری از پیام های پیغمبران در آنجا افاده می‌یابند. البته شاید نه همش باشه اما در اکثر حال شما ان همین معنی ها رو یا ان همین مفهوم ها رو تا جای من میدانم از شعرهای شاعران گذشته ما به خصوص کلاسیکان به خود گرفته اید و در شعرهاتان همین چیز افاده میکنید. شما بیشتر در شعر همین رویه‌ای که دارید، سبکی که دارید، گویشی که در شعر دارید، خودتان بیشتر شبیه کدام شاعران کلاسیک یا شاعران معاصر باشد میدانید؟ من شاید این نکته را بارها ذکر کرده باشم که یک مدتی تام زیر تاثیر حروف آفتابی استاد لایق بودم و هنوز هم از آن تاثیر و تأثیرات روشن و منور کننده بیرون آمده ام و یک مدتی دیگر زیر تاثیر هم نسلان استاد لایق که
خیلی شعرای قوی نیرومندی هستند که همشان قطعه های جداگانه را در شعر امروز باز کرده اند و همچنین مدتی هم بود که با تاثیر شعر فروغ سخن موزون میکردم و بعداً که دیدم که فروغ خیلی پسیمیست است، با آنکه بسیار بزرگ مساحت است، با آنکه بسیار عمیق اندیش است و بسیار شاعری نو با بشارت‌های نو است، اما دل و وجود و روحش یک اندک گرایش دارد به ظلمت‌های زندگی و خواستم که به سوی نور و سرور نقب کنم و به من سلام گفت مولانا که دیگر از تأثیر او و از احاطه محاصره زیبای جهانگیر و جهان پیمای او راه رهایی ندارم. و استاد لایق هم بار اول به من دیوان کبیر را دادن و من اشارت هایی کردم، گفتن که خیلی حجمش بزرگ است، خودم به فرودگاه میبرم. من باید خجان می آمدم. استاد آوردن، حدود چند کیلوگرم وزن داشت. دیوان کبیری که استاد در تهیه بدیع الزمان فروزان فرد به من آورده بودند و اون وقت من 21 سال داشتم. استاد گفتند که برداشته میتوانی، تو بسیار نازک گفتند و همین یک سؤال عادی نیست. مولانا را برداشته میتوانی، نه به این معنی که من 5 کیلوگرم کتاب را میبردارم، به این معنی که بار 9 آسمان را و بار کل کائنات را تو با این نحیفی چگونه میبرداری؟ و من گفتم که به معنی واقعیش برداشته میتوانم، اما به این معنی که شما اشارت کردید تمام زندگانی هم کفایت نمی کند که یک ذره از پیام مولانا را ادراک کنم و به زندگی هم به کار بندم. چون شما سخن از استاد لایق گفتید، مثلا همه مخلصان شعر شما ادبیات‌شناسا میدونند که استاد اصلی شما و اون نفری که در این جاده خیلی شما رو دستگیری کردگی هستند استاد لایق هستند و این البته به سبب نیست که آن کس در سیمای شما یا مثلا در دنیای باطنی شما البته نفری را دیدند و به این چیز یک کمی جان بخشیدند. در چندین محفل ها استاد احمد جان رحمتزاد یک خاطره شان گفتند و شما هم شنیدید بفکرم، گفتند که استاد لایق شیرالی هنگامی که شما جوان بودید اون کس به طور گوشکی به استاد احمد جان رحمتزاد گفتند که اگر عمر وفا کند و فرزانه مثلا در شعر گام های استوار گذارد او پیغمبری شعر می شود. هرچند مثلا میدونیم که در شعر 3 تن پیامبرانند، هرچند که لانبی بعدی اوصاف و قصیده و غزل رو فردوسی و انوری و سعدی، یعنی که از شاعران مرد گفتن، اما شاید اون کس در نگاه مثلا در تصورشان بود که شما از زنهای شعرگو، از زنهای ایجادکار و همین مرتبه می رسید و همین به اندیشه شما همین رسالت تا کجا یک گپی هست که باید مثلا شما آن را داشته باشید؟ برادر عزتمند ما استاد احمد جان رحمتزاد که بسیار دولتی ملازمتی استاد لایق را داشتند، در حال سرخوشی این حروف استاد را شنیدند. یعنی استاد یک اندک سرخوش بودند و به لطف و امید گفتند که شاید آینده کاری کند. البته شعر ما از میان بانوان زن هم شخصیت های خیلی مقتدر و محتشم دارد. استاد گلرخسار که دیگر جای تفسیر نیست، مساحت روحانی استاد گلرخسار که خیلی فراخ است و خیال میکنم که اصلا من یک نفری نیستم که گرفتار قیاس باشم. هیچ کس را با هیچ کس نمیتونم قیاس کنم و نمیتونم مثلا گویم که این دریا بزرگ است و آن دریا کوچک است و چون از راز
لفظ آن دریا آگاه نیستم. در هر حال استاد گلرخسار را به عنوان یک نفری که در آغاز جاده و در دوام جاده ها هم برای ما چراغ افروزی کرده اند میدانم. نفری که برای ادبیات ما و ملت ما بزرگترین رسالت و تعهد را سامان میبخشند میشناسم و قدر میگذارم. و اما خودم یک نفری بودم که یک مصرعی دارم میگم که ای خدا جان به من بخت عادی یک انسان زمینی ده، یعنی که برای من هیچ ماهیت ندارد که بودن زیباست. یک شعر داره چقدر عادی برای بودن من زیباست. اصلا ماهیت ندارد که شما در جدول مرتبه مرا از همه آخر میگذارید یا پیشتر میگیرید. من خیلی میخواستم که یک زندگانی معمولی داشته باشم با حضور انسان‌های شریف، با حضور انسان‌های عزیزی که بودنشان زندگانی مرا رنگ میدهد و فروغ میبخشد. از رسالت پیغمبری بودیم به رسالت شعر استاد. مثلا من دو بیت شما مثال میارم. یک جا میگید که ما همه خط خوانو ولی نیستیم از خط پیشانه خود با خبر. و باز در ادامهش میگید که گرچه روانیم عدم بر عدم گل بنشانیم قدم بر قدم. یعنی به همین مضمون در اکثر شعرهای شما همین چیز مشاهده میگردد که همیشه انسانها را به سوی روشنایی دعوت میکنید. مثلا دیروز هم استاد جورابک نبیف یک غزل شما را خیلی به طور کلاسیکی خواندن. در اون هم ای دوست از جهان با خود چی میبری؟ ای چون همه روان با خود چی میبری؟ نه گل بری نه پول بر درگه قبول در روز امتحان با خود چی میبری؟ در یک شعرم گفتم که مال و پول خواهد که بگریزد ز من، من از او بگریزم و پنهان شوم. یعنی ما از وی باید گریزم برعکس، نه اینکه وی از من گریخته گردد. بهتر این که من از وی گریزم. دلم از میسه و گل گفت نه از پیسه و پول، آنچه میخواستم از دولت دنیا دیگر است. یک لحظه به دولت قارون هم برباد رفت و زیر خاک شد و تمام دولت ها و نعمت های عالم رفتند و نابود شدند. اما دولت سرمد کدام است؟ باز همون یادگاره های بزرگ معنوی است. در همین اثنا پرسانی هستم که به اندیشه شما تا کجا امروز شعر شما یا عموما شعر رسالتش را اجرا میکند در نزد جامعه، خوانندگان، مردم؟ عجیب است که هنوز جامعه ما، ملت ما باز هم مثل پیشین چون هوا و آب نیازمند است به سخن موزون. و خیال نمی کنم که هنوز شعر را یا مفهومی که پیر شده باشد و فرسوده باشد به بایگانی ننهاده است. هنوز با شعر زندگی می کند. هنوز نیازی بسیار شدید دارد و نفرانی که بشارت های می دهند. اصلا در مورد بزرگان سخن من همین عقیده را دارم که شاعری یک کاری است که فقط وسیله است برای بازگوی پیام و بشارت هایشان. یعنی شاعری برای آنها تعهد اولیه نیست. تعهد اولین گفتن مژده است، مژده های مینایی، مژده های راستین و دستور هدایت برای مردم. وگرنه علامه اقبال لاهوری را مردم پیشوای خودشان نمیخواندند. وگرنه استاد لایق را یک نفری هادی و راهنمای زندگانی خودشان نمیپذیرفتند. وگرنه حافظ و حکیم فردوسی و حکیم نظامی و سعدی و مولانا را به عنوان چراغ ارشاد امروز و فردای خودشان نمیشناختند. ولی همچنین باز رسالت شعر هم هست. ما در عصر قرار داریم که عصر علم و تکنیک میگویند و بیشتر انسان ها به عالم مجازی روانه شده ایستادند و با آن سرگرم هستند.
بندشی شما تا کجا شعر خواننده خود را تا مثلا چند عصر دیگر در میابد، همراهی میکند. بله. ولی اگر شعر به خواننده ماند، خود شعر باقی میماند یا نه؟ با آنکه حالا ما و شما در زمان شتاب‌های بزرگ، در زمان ترویج تکنولوژی موثر، در زمان ابتکار و اختراعات بزرگ اتمی قرار داریم، باز هم روح انسان ها و خاصه روح هم‌ملتان ما و شما بسیار گشنه است، بسیار تشنه است، بسیار نیازی شدید دارد به قوت جان. و قوت جان چیست؟ قوت جان بشارت است که از بزرگان به اهل ملت می آید و شعر هم به آن داخل می شد، در حالی که حروف متوسط نباشد، در حالی که در داخلش مژده ها و پیک های داشته باشد، در حالی که در داخلش دستور خودشناسی و کمال باشد، انسان ها را به ویرایش، به اصلاح، به تکمیل خود خواند. و یادم همون سخنهای استاد ترسونزاده رسید که این کس در قطارم میشینند، استاد بزرگ ترسونزاده همراه استاد محمد جان شکوری و چند تنی دیگر، و این همسفرها میگویند که من خیلی خواطر هستم که آینده شعر ما رو که میخوانند، زیرا بیشتری مردم به زبان غیر میانی هم صحبت میکنند و نگرانی دارم که شعرهای من دیگر به استفاده میماند. اما امروز چند میلیون فارسی زبان عالم با شعر استاد ترسونزاده یکدیگر را درود میگویند تا توانی دوستان را گم مکن. یعنی اون نگرانی و خواطری معلوم شد که زمینه های قوی نداشته است و شعر اما زمینه های بسیار استوار و ثابت داشته است که تا امروز زندگی میکند. بین انتقادگران شما، اون نفرایی که هم شعرهای شما نقد میکنن و هم از حساب خوانندگانتان که همیشه شعرهای شما را از آغاز ایجادتان تا حالا پیگیری می نمایند، آنها یک نظر انتقادی دارند که آن شعرهایی که شما در جوانی گفته اید و آن مسئله هایی که برملا کرده اید، در این اواخر همین گونه شعرها کمتر به نظر می رسد. اصلا خود شما تفاوت را بین شعر دیروز و امروزتان چگونه می بینید؟ شاید به این خاطر که در روزگار جوانی بیشتر به مطالب ملی و به مسائل خودشناسی و آرمان‌های ملی بیشتر رجوع کرده باشم و بعداً که به دریای مولانا یک اندک، اگر گویم که غوطه‌ور شدم درست نمی بود، صحیح نمی بود، یک اندک ورود یافتم، اجازه ورود یافتم. بعداً از همان جغرافیایی که شما میگویید یک اندک خود را بیرونتر کشیدم، به این معنی که مثلا مولانا شاید در بابت بزرگی ملت تاجیک حروف زیاد نگفته باشد، اما چندین هزار مردم عالم به خاطر مولانا زبان ما و شما را می آموزند و وقتی زبان ما و شما را می آموزند یعنی عاشق و شیفته ملت ما می شوند. مولانا واسطه و وسیله هست که مردم عالم ملت تاجیک را دوست دارد، در حالی که در صفات ملت شاید حرف زیاد نگفته باشد. خود چه جای ترک و تاجیک است و زنگ میگوید، فهم سازد این زبان را چوب و سنگ. مولانا با زبان عشق به اهل عالم خطاب میکرد و منم در آغاز راه همیشه میخواستم فقط حروف گویم که در خور درد هم ملتان عزیزم باشم
و دولتی ملازمتی این عزیزان را داشته باشم و بعدا خیال کردم که یک اندک باید مساحت خود را دیگرگونه کنم، یک اندک کار کنم که اهل ملت های دیگر هم وقتی ترجمه می شود همین آثار دریابد که روح من با روح آنها هم خویش است، جان من با جان آنها هم پیوند است. شهرتی که شما در آوان جوانی دریافتید و بدوش شما یک مسئولیت هم شد، بار هم شد، تا به این روزگار چگونه آورده ایستادیدن که تا کجا حد توانی برداشتن آن را شما از عهده‌اش برآمدید؟ دیروز در محفل شاعری فرزانه دل بسیار یک صحبت زیبا کردید و گفتید که انسان ها نه به همه چیز صلاحیت دارند. یعنی صلاحیت شما تا کجا بوده است؟ من یک آرزو داشتم از کودکی، آرزو داشتم که با همه برابر هم مقام باشم، از کسی فراتر نباشم و اما از کسی فروتر نباشم. تمام جهاد من برای این بود که از کسی فروتر نباشم و اما هیچ وقت خیال نکردم که از کسی فراتر باشم. و در مورد از خود رفتن و این و آن غره شدن و به کبر داده شدن و من میگم که و آخر از جانب افلاک رسان می آید، یعنی که آدم هایی که خیلی فریفته جاه و شکوه و تجمل می شوند متاسفانه شکست های بزرگ می بینند، از دوره های های به دوره های های می رسند و شهرت همیشه در نظر من یک ضمیمه گران می نمود. شهرت هم یاری می کند برای هنرور و هم خلال می رساند. مدد نیز کرد و خلال نیز داد. مصرع از ماست که بازگوی نفران شهرتمندی هستند که حتما در راههایشان حائل و خلل و گزند و آسیب هم پیدا می شود. یعنی شهرت برای هنرور شاید سخت ضرور نباشد، خاصه برای کسانی که شاید مرادشان از زندگی دریافت یک چیز دیگر است. گفتند یافت می نشود جسته ما، گفت آنچه یافت می نشود آنم آرزوست. و چه آرزوی ما و شماست؟ دریافتی انسانی رسا، دریافتی آدم هایی که حضورشان جهان را کامل می کند، ملت ساز، انسان ساز، جهان ساز و خودساز. 1000 ساله راه است از تو تا مسلمانی، 1000 سال دیگر تا به حد انسانی. یک کار نسبتاً عادی انسان شدن. افسوس که همین کار از دست جامعه انسانی نمی آید. اگر می آمد مگر امروز درها قلف می داشت. اگر همین کار انسانیت می توانید مگر امروز ناظرها و ملیسه ها و مثل این چندین تخصص های هستند که برای گویا حفظ آدم ها آفریده شدند، در حالی که همه ضرورت ندارد. اگر انسان ها واقعا به مبدأ انسانی خود صادق باشند، مگر جنگ میشد؟ مگر در دنیا هنوز هم صدای گلوله و تیر صدا میداد؟ کودک های شیرین نو به دنیا آمده مگر فوت میکردند از همه حبیسی بزرگسالان که برای خودکامگی خود، به این خودکامگانی که جهان خوار هستند و به این خاطر کودک های خورد نصیب زندگی نمیدهند. اگر ما انسانی کامل می ساختیم، اگر ما خودمون انسانی کامل می شدیم، هرگز مرزها مثلا باقی می ماندند. در میان مرزها
اینقدر زیاد سیمخوار و مینه و این و آن مگر می بود؟ هرگز نمی بود. برای همینم من خیلی فکر کردم که چیکار میتوان کرد. البته ما شما کاری نمیتوانیم کنیم. برای همینم یک دو بیتی خوانده بودم. تو میدانی که اصلاح بشر چیست؟ جز اصلاح خودی چیز دیگر نیست. مده تغییر اوضاع جهان را که گر خود را دهی تغییر کافی است. یعنی زور ما نمی رسد که عالم را دیگر سازیم. زور ما نمی رسد که سیاره را به سمت دیگر کوچ دهیم و به انسان ها انسان شدن آموزیم. لااقل زورمان برای آن رسد که خودمان را انسان کنیم. در این ماهی تیر ماهی شما صاحب باز یکچند کتاب های نو گردیدید. شما رو مبارکباد میگیم و از همه مهمش اون کتابی که من خودم هم پیشتر از شما شنیده بودم، چندین سالها باز شما در انتظار چاپش بودید با نام قندی بسته. باز کتاب های شما با اهتمام فرزندانتان هم شاهانه خان و هم شهنواز خان در دوشنبه و خوجند نشر شدند و این ارمغان ها یک اندک به مخلصانتان باز نوید شد، نویدی خوشحال کننده شد و همین گونه در آینده نزدیک باز چه نویدها را مخلصان شما، هواداران شعر شما انتظار شده میتوانند؟ دیروز هم گفتم، من گفتم که من به نام همه شما نامه محبت نوشته ام و اگر شما همت کنید آن نامه ها را امروز و فردا میخوانید. مثل اینکه در جشن های زادروز ببینید آدرس میخوانند، یا نمیخوانند، میگویند که برای شماست بهتر خوانید. و همه آن شعرهایی که امروزیان شعرهای امروز هم درج کردند و ما هم نوشتیم، این هم همون آدرس است، سراغه و نشانه دارد به عنوان انسان‌های امروز و فردا هست. فرزان جان عزیز، راستی در کار خود من و در زندگانی خود من خلل بزرگ افتاد و متاسفانه 1.5 سال است که سوگنامه می نویسم و همایون نامه را دوستی ما دانشور ایرانی سهیلا یوسفی منتشر نمود که فراگیر حروف دل ما و یاران و پیوندان ما از سراسر عالم به عنوان پسر نازنین ماست که به درگاه رب العزت پرکشید. ما امیدوار هستیم که آینده شعرهای شما فقط سوگنامه نباشد و مردم از شما شعرهایی که ارشاد میارند، شعرهایی که به زندگی روشنایی راهنمون میسازند، ما این گونه شعرها را به شما تمنا داریم و همیشه شاد و سربلند باشید و الهی همیشه روزگارتان پر از فیض و نصرت های تازه و زیبایی باشد. تشکر فرزان جان عزیز.